امروز میخوام بهت یاد بدم که با دیدن تبلیغ توی سایت ایرانی بتونی به درآمد روزانه 2 میلیون تومان برسی. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام دوستان، مستر پول هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که به شما آموزش بدم که با دیدن تبلیغ و کلیک کردن توی سایت ایرانی بتونید به درآمد روزانه 2 میلیون تومان برسید و با هر کلیک 50,000 تومان دریافت کنید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بریم برای اون. خب برای اینکه بتونید وارد این سایت ایرانی بشید، بعد از لینک زیر ویدیو یا همون دیسکریپشن وارد این سایت بشید. اینو بهتون بگم اگه از لینک زیر وارد نشید و اگه توی گوگل یا هر جای دیگه اینو سرچ کنید نمیتونید وارد شید، چون داخل اون لینک که من برای شما گذاشتم کد معرف من خورده. بدون کد معرف این سایت بالا نمیاد و کد معرف اجباری داره. حالا میتونید باز تست کنید. وقتی که روی این لینک کلیک کنید وارد پنجره ثبت نام میشید. وقتی وارد پنجره ثبت نام شدید از شما نام خانوادگی، شماره موبایل، رمز عبورتون که حالا یه رمزی که 8 رقمی باشه و 8 کاراکتر داشته باشه و هم حروف باشه هم عدد رو باید بذارید. اینجا باید تکرارش کنید اونو و اینجا کد معرفی که اگر شما با اون لینک وارد شید کد معرف به صورت مستقیم اونجا میخوره. حالا من بهتون نشون میدم که بدون کد معرف اصلا وارد سایت نمیشه شد. من این اطلاعات رو وارد میکنم. من اطلاعات رو وارد کردم. الان کد معرف رو من نزدم و اگه رو ثبت نام بزنم همینجوری که میبینید وارد نمیشه. ولی وقتی که شما با لینک بنده وارد شید کد معرف به طور مستقیم اینجا زده میشه و شما به راحتی وارد سایت میشید. ثبت نام کلیک کنید. بعد از اینکه روی دکمه ثبت نام کلیک کردید اینجا یه کد به شماره شما ارسال میکنه توی پیامک و شما باید اون کد رو اینجا وارد کنید که من این کار رو انجام میدم. بعد از اینکه کد رو وارد کردید روی تایید کلیک کنید. الان وارد سایت شدید. اینجا یه سری مطلب برای شما آورده که مثلا زده که توی کارسود درآمد فعال میشه روزانه بین 500 تا 2 میلیون درآمد داری و ماهی 60 میلیون اینا. روی مشاهده شد میزنید و برای کسب درآمد فقط کافیه روی کسب درآمد از کلیک تبلیغات کلیک کنید. بعد از اینکه این کارو کردید بچه‌ها اینو بهتون بگم که خیلی به صبوری نیاز داره. یعنی اینکه از 5 تا تبلیغ شروع میشه و تبلیغات هی زیاد میشه و از هر تبلیغ 10 تومن شروع میشه و به 50,000 تومن هم میرسه حتی. و فقط کافیه برای اینکه تبلیغ رو مثلا نشون بدید که دیدید روی این دکمه سبز رنگ کلیک کنید. میبینید الان 10 تومن به 20 تومن. الان من 2 بار زدم رو اون دکمه 20 تومن به من داد و از تبلیغام 2 تا کم کرد. همینجوری کلیک میکنید و همینجوری که میبینید الان 50 تومن من کسب درآمد کردم. که بچه اینجوری هم نیستش که مثلا 24 ساعت طول بکشه دوباره تبلیغ مثلا تمدید شه. هر 2 ساعت یه بار، 3 ساعت یه بار تبلیغات تمدید میشه و شما میتونید دوباره تبلیغات رو ببینید و درآمد کسب کنید. حالا برای برداشت درآمد باید چیکار کنید؟ اینجا بخشی داریم به اسم داشبورد. روی داشبورد کلیک میکنید. اینجا به شما مثلا نمایش شده که چند تا تبلیغ تا الان دیدید و بهشون تبلیغ کلیک کردی، تبلیغات کلیک نشدهتون و تبلیغاتی که اصلا قفل شده رو به شما اینا رو همه رو نشون میده. و اینجا یه سری طرح داره که مثلا 5,000 تومان مثلا شما پرداخت کنید و من پیشنهاد میکنم این کار رو انجام ندید و از این سایت ها بیشتر درآمد کسب کنید تا اینکه بخواید مثلا سرمایه گذاری کنید یا پولی رو بدید و اصلا اعتباری بهش نیست. شما اینو که پایین بیاد یه بخشی داره مجموعه درآمد شما. روی برداشت درآمد میزنید و حالا اینجا دو تا دکمه داره دوباره که درخواست واریز درآمد به کیف پولتون. میتونید هم که به درخواست واریز درآمد به حساب بانکی هم بزنید و به کارت بانکی خودتون درآمدتون رو برداشت کنید و واریز کنید. الان اگه ببینید من روی این کلیک کنم میزنه که تا استراسنامه درخواست برداشت انجام نمیشه. یعنی که من به درآمدی که بتونم برداشت کنم نرسیدم. شما به این مبلغی که برسید ارزای برداشت رو به شما میده. حالا اینجا یه سری نمایش افراد دعوت شده داره که حالا شما چجوری میتونید افراد دعوت کنید. توی کارسود من میرید و معرفی به دوستان رو میزنید. اینجا لینک خودتون رو میتونید بذارید و افراد با لینک شما مثلا بتونن وارد شن. بخش ارتباط با ما داره که پشتیبانی روبیکا و ایتا و تلگرام دارن و شماره پشتیبانی هم دارن. و حالا یه بخش داره مثلا ثبت تبلیغ. اینجا شما میتونید تبلیغات خودتون رو بذارید و یه پولی بهشون میدید و مثلا برای شما یه ممبر جذب کنن و آدمای زیادی مثلا میتونن به تبلیغات شما رو ببینن و به حالا اون چیزی که شما تبلیغ کردید جذب شن و خریداری کنن یا هر کار دیگه ای که بخوان میتونن انجام بدن.
خب دوستان مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم برای اینکه بتونید ویدیوهای بیشتری رو ببینید، بتونید درآمد بیشتری رو کسب کنید. کانال رو سابسکرایب کنید. برای اینکه بتونید اولین نفری باشید که ویدیوی منو ببینید، زنگوله بغل سابسکرایب ممنون میشم که بزنید. کامنت بذارید اگه مشکلی خوردید، پاسخگوام. مرسی، ممنون، خدا نگهدار.